ولا تقل لهما اف، در مقابل پدر و مادر اف نگو پدر جان تو نمیدانی، تو نمیفهمی، عقل تو کمه. اگر پدر دیوانه هم داری در خدمتش باش، اگر پدری داری که عقل نداره باز هم در خدمتش باش. در خدمت مادر باش، مادری که 9 ماه تو را در بطن خود شب را شب ندانست، روز را روز ندانست. لحظه ای که به دنیا آمدی همه در خواب ناز و نعمت بودن ولی او گهواره تو را تکان میداده. لحظه ای که همه بیدار و بالآخر مادر رنج تو را و مشقت تو را تحمل میکرده. مادر بود که تو را تر و خشک میکرده. مادر بود که دعا میکرد که بار الها روزی من ثمره و نتیجه این اولاد خود را ببینم. کسی آمد محضر سیدنا عمر رضی الله عنه گفت یا امیر المؤمنین، مادری دارم که من او را تر و خشک میکنم، مادری دارم که او را بر کتف و بر شانه خود حمل میکنم، آیا حقش را ادا کردم؟ آیا حق او را ادا کردم؟ سیدنا عمر گفتن ابدا، نه خیر. وقتی که تو طفل بودی مادر تو را تر و خشک میکرد، مادر تو را جمع و جور میکرد به امید این که فردا تو بزرگ میشی. اما تو هر لحظه ای که او را تر و خشک میکنی، هر لحظه ای که او را بر شانه مینشانی، منتظر ای هستی که شاید امروز باشه و فردا نباشه. پس حق این ادا نکردی. عزیزان و بزرگواران، از جمله اسباب فوز و فلاح و رستگاری و خوشبختی خدمت به والدین است. پدر و مادر حیات دارن، در خدمتشان باش. از دنیا رفتن برایشان دعا کن، برایشان صدقه بده، برایشان کار خیر داشته باش. رسول الله میفرمایند از جمله انسانهای صالح کسیه که برای پدر و مادر خود دعا میکنه. هم دعا به پدر و مادر داشته باش و هم خود را از زمره صالحان داشته باش.